It's always been thought that civilization started in either Mesopotamia, now in Iraq, or in the Indus Valley, now in India and Pakistan. But legends speak of an even earlier kingdom called Arata. Here, barely 30 kilometers south of Jiroft, where the valley is at its widest, destitute local people had unearthed the most valuable cups and vases. The motifs etched in the soft stone were not just outstanding examples of skill, they also offered a sudden solution to a mystery that had long baffled scholars. Professor Majidzadeh was well aware that fragments of objects with similar designs had been found throughout the ancient world. 1,000 kilometers distant in Mesopotamia, in Oman on the Arabian Peninsula, along the banks of the Indus, even as far away as Afghanistan. The professor knew that their source was an enigma. The sheer number recovered in this valley and their similarity allowed the professor to solve the riddle. The pieces had to have come from here, at Jiroft. دانشگاه پورتموس، جایی که یک محقق ایرانی نظریه تاریخی مهاجرت آریایی‌ها را به چالش کشانده است. نظریه‌ای که میگوید 4000 سال پیش اقوام آریایی از قفقاز و آسیای مرکزی به فلات ایران مهاجرت کردند. این مهاجرت نقشه جغرافیایی و سیاسی منطقه را تغییر داده و بر اساس این نظریه نژاد مردم ایران ریشه در اقوام مهاجر آریایی دارد. اما این گروه تحقیقاتی میگوید نتیجه بررسی ژنتیکی کروموزوم‌های ایگرگ و دی ان ای میتوکندریال بیش از 2600 نمونه خون جمع‌آوری شده از ایرانیان کنونی چیز دیگری را نشان می‌دهد. با توجه به تفاوت‌های زبانی، بعضی وقتا با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، گاهی تفاوت‌های مذهبی، 26 گروه مختلف مورد مطالعه قرار گرفتن و این مطالعات ژنتیک نشون میده که علی‌رغم اینکه ما زبانمون رو که به عنوان شاخه مهمی از زبان ایندواروپیان یا شاخه ایرانی زبان ایندواروپیان هست از بخش‌هایی از فلات مرکزی، قسمت‌های مرکزی آسیا گرفتیم، محتوای ژنتیکی ما به مقدار بسیار بسیار محدود و کمی به اون منطقه برمیگرده. مارکرها و شاخص‌های ژنتیکی خاصی که ما میتونیم در آسیای میانه پیدا بکنیم، ماورای قفقاز که بر اساس تئوری‌های موجود منشأ اولیه اقوام آریایی بوده، در فلات ایران بسیار بسیار کم پیدا میشن و این نشون میده که تأثیر ژنتیکی بسیار کمی اگر هم گرفتیم از اقوام مهاجر مرکز آسیای میانه گرفته شده و در ایران میشه پیداش کرد. دکتر اشرفیان برای تایید آزمایشات ژنتیکی نمونه خونها آزمایشاتی بر دی ان ای باقی مانده از ایرانیان باستان انجام داد. این یه جمجمه واقعی انسانه. مولکول دی ان ای برای صدها و بلکه هزاران سال در استخوان باقی میمونه. بررسی مولکول‌های دی ان ای به دست اومده از استخوان‌هایی که از مکان‌های باستانی معروفی مثل مسجد کبود و شهر سوخته در ایران به دست اومده بود، نتایج آزمایش ژنتیکی انجام شده روی نمونه‌های خون ایرانیان امروز رو تایید می‌کنه. اما اگر این تحقیقات نشان می‌دهد ریشه اقوام ایرانی آریایی نیست، پس ریشه آنان را کجا باید پیدا کرد؟ ما به این نتیجه رسیدیم که تمامی اقوام ایرانی ریشه مشترکی دارند که بخش عمده محتوای ژنتیکی اونها چیزی بیش از 70% محتوای ژنتیکی تمام گروه‌های ایرانی که فعلا در مرزهای سیاسی ایران ساکن هستند و زندگی میکنن به یه ریشه مشترک حدوداً 10,000 ساله برمیگرده که به دنبال انقلاب نئولیتیک یا پیدایش کشاورزی در حدود همین 10,000 سال پیش در منطقه جنوب غربی کشور و ایران زندگی میکردن و به هر حال این جمعیت اولیه گسترش و رشد پیدا کرده و در تمام فلات ایران و بعد شاید در بیرون از مرزهای سیاسی فعلی ایران مستقر شدن و این جمعیت ریشه مشترک ژنتیکی تمام اقوام ساکن در فلات ایران هست.
but I'll load the bottom row first. اگر این آزمایشات نشان می‌دهد مهاجرت آریایی‌ها تأثیر چندانی بر نژاد ایرانیان کهن نداشته است، آیا حمله اعراب و سایر اقوام مهاجم نژاد ایرانی را دستخوش تغییر کرده است؟ رد پای حمله اعراب رو بیشتر در جنوب غربی کشور به ویژه استان‌های خوزستان، لرستان، کوهگیری و بویراحمد و تا حدی بوشهر میتونیم ببینیم. منتها این رد پاها به قدری محدود و ناچیز هستند که نشون میده اختلاط جمعیتی بین اقوامی که قبلا ساکن بودن، ایرانیانی که اینجا ساکن بودن و در اثر این هجوم یه مختصری محتوای ژنتیکی قوم مهاجم رو گرفتن، بسیار بسیار ناچیز. آنچه که در این تحقیقات واضح است ریشه مشترک تمام اقوام ایرانی است، اشتراکی که با وجود تفاوت زبانی نمیتوان آنها را به اقوام نژادی مختلف تقسیم کرد. شهریار سیامی، BBC.